باشه خدا پدربزرگی تو بیامرزه. آره واقعا مرد شریفی بود. مرسی بچه‌ها، ان شاءالله هیچ وقت غم نبینید. باشه گفتم دیشب پدربزرگت اومد تو خوابم. نه بابا بچه‌ها تو خواب من نیومد، تو خواب تو اومده. نمیدونم برای منم چی دیدی حالا؟ باشه خواب دیدم توی جای سرسبزیم پدربزرگ با این لباس سفید قد بلند با موی اتو کشیده اومد پیشم. عجیبه حاجی، اصلا با بزرگی من قدی نداشت که 60. موی سرش هم که کچل بود. حالا احتمالاً جوونیاش بود. چی میگفت حالا؟ هیچ حاجی اومد پیشم گفت من جام خوبه. چه عجیب حاجی، چقدر سریع مستقر شده. همین دیشب تمام کرد. این اصلا میدونست میخواد بره. نه بابا چطور؟ یه روز تو کوچه دیدمش، گفتم بیا تا این پایین برسونمت ماشین زیر پامه. گفت نه من دارم میرم بالا کار دارم. منظورشون بالا بوده. خیلی آدم عجیب بود. حاجی عجب آدم فروتنی هم بود. نه بابا. یه دفعه تو نونوایی با یارو دعوا شده بود. این نونوایی هر چی به این پشت میاد فقط بهش گفت برو کار کشته. برو کار کشته. اون دندون مصنوعیاش هم روش نبوده. ولی خدا وکیلی اواخر همیشه یه لبخند ملی رو لبش بود. دقت کردی؟ آره حاجی اتفاقا هم من تو قهوه خونه میدیدمش یه لواشک حل میکرد تو چاش میخورد یه لبخندی میزد. پس اون لواشک